ولی خط قرمزی که خیلی عصبانیت میکنه کجاست؟ در رفتار آدم ها. بیشعور فرض کردن دیگری. بیشعور فرض کردن دیگری نفهمم. یکی دیگری بیشعور فرض کنه. میفهمم. آقا چرا فکر می‌کنی تو بیشتر از دیگری میفهمی؟ این توهم از کجا میاد؟ آقا چرا تو داری دروغ میگی؟ به همین مشخص است داری دروغ میگی. آقا چرا فکر می‌کنی تو بیشتر از دیگری میفهمی؟ این توهم از کجا میاد؟ ولی خط قرمزی که خیلی عصبانیت میکنه کجاست؟ در رفتار آدم ها. بیشعور فرض کردن دیگری. بیشعور فرض کردن دیگری نفهمم. یکی دیگری بیشعور فرض کنه. میفهمم. آقا چرا فکر می‌کنی تو بیشتر از دیگری میفهمی؟ این توهم از کجا میاد؟ آقا چرا تو داری دروغ میگی؟ به همین مشخص است داری دروغ میگی. آقا چرا فکر می‌کنی تو بیشتر از دیگری میفهمی؟ این توهم از